و این را همه مردم می‌دانند، شاهد هستند و یا وارد مقامات‌های دولتی شوند. بعض روزها در کوچه و خیابانها ریدها و تفتیشاتها گذرانده می شود و خواهران و مادران ما را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و سببش همان داشتن حجاب اسلامی است. امروزها جوانان مسلمان تاجیک ریش گذاشته نمی توانند. دانشجویان تاجیک مجبور هستند که قریب همه روزه ریش خود را تراشند و در غیر این صورت از طرف دانشگاه مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می گیرند. در دانشگاه ها، مکتب ها و تمام مقامات دولتی دیگر معلمان و دانشجویان در هنگام فرارسیدن وقت نماز در جای کار و یا دانشگاهی که در آنجا تحصیل می کنند